که ملیگرا نبود تو تجزیه طلب است. امان الله خان گفت، ظاهر خان گفت، نادر خان گفت ما کشتیم. سگ واری بچه سقه و لنگاش گفت ما در دنیا دشمن خودت، تو سگ واری او را آویزان کرد و او 3 روز که جسد از در بوی آمده بود. آیا تو از این در تاریخ خبر داری؟ کرم زد، میدهش کرم زد. او را آخر رفتن امی اماما و ملا اماما گفتن که امی سردار صاحب که اگر قرار به ای باشه چون میده از این کخ زد، این گناه داره، باید در زیر خاک شه. گفت واسی مسئله شما سگ دیگه برین دیگه، هر گور از این که گور میکنین، مگه من کار خود کردم که 3 روز باید این گوشت قاقده جورش میکردم، من کار کرد. اگر تو بازی میگی که من حکومت فلانی رو چپا کردم، فلانی رو چپا کردم، بچه او یک پدرلعنت دیگه شما پتاقی فلانی رو زد، پتاقی بوبویت زد، بی غیرت. او آمد قانون بنیانگذاری را در افغانستان کرد، قانونی را کرد که امروز توی پدرلعنت تو به قانون چی میفهمی؟ تو یک کویی که از کوتا شدی، همون ضرب مسئله کتابای خودتان میگن، میگه ای واشی است از کوتا شده و پدرلعنت از 7000 متر کوتا شدی. تو آمد یک کسی که تاج شهید سرش بود، تو فکر میکنی امروز قوای انگلیس زد، او امروز تو شغال زده نمیتونیست بعد پدر تو به اصل نسب نالت. امروز که تو بیایی به پاچای ما تویل کنی، 100% که تو را تویل میکنیم، 100% تو را میلگانیم، هم تاریخی هم قانونی. پدرلعنت تو چی کار کس سیدی مملکت دو میزنی، دو بزن، از مملکت ناموس است، تو که به ناموس ما که تویل کردی سر ما هر چی که میزنی بزن. بازم مقرم بازم برات میگم در 34 ولایت افغانستان تو نیا بگو فلانه قوم زن فروش است. ما برای تو از اینجا اعلان میکنم اگر تو نرستی بیا برو همین خوارایت از منطقه خود خلاص کن، کس فروش نه اینجا به ما قوم فروش و خاک فروش اینا نگو. و اگر مرا خاک فروش میگی 5 معاهدات امضا کردین، من میگم 5 تا بی غیرت و بی ناموس تو نداشتی که می کلانایت بیا یک کتاب نوشته کنی یا در مقابل همون فلانیا استاد که شما این معاهدات امضا نکنین. 12 معاهده در ایران امضا شد. به شما پدرلعنتا ما 100 دفعه آمدم 6 تا نشانتان دادم که 12 معاهده در قرن 18 در ایران امضا شده. شما چون ایرانی خودت از تو کسفروش رو نمیخوای بد بدی. اما این که ما برای امیر دوست محمد خان هرات گرفته خریده، بازم از قوم تو خریده. همون که میگی من پرسیان هستم، کوروشی هستم، از کوروشت برات خرید، مگم بازم تو نمیبینی مجبور هستم که ما تو را بیادر اصلا من سر تو دیگه من قانون من میشد که کسی من دیگه بس میکنم که اول او پدرلعنت به ثابت کنه او افغان خونه است، باید 3 تا پشت از او پاچایی کرده باشه، بعد از اون مکت از میشینم بحث تاریخی و سیاسی میکنم.